دوستان عزیز حالتون چطوره؟ من امیرحسین چهاردستم و امروز اومدیم با یه ویدیو خفن که ببینیم چه الان این بازی پولی که داخل بازار هست مثل تراتیفیک آیا ارزش خرید داره یا نه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا ببینیم ارزش خریدش چقدره. پس 1 2 3. خب دوستان داره بازی داره شروع میشه. میت این یونیتی و اینو الان ماشین دیگه نمیشه. اوکی بریم شروع فعلا ببینیم چی میگه این بازی. بنازم سلطان جاده و داخل توضیح نوشته و بعد دنبال و چیزای مخفی داخل شهر بگردیم ببینیم کجاست اینا. بیسته احتمال داره اینجاها باشه. اونی؟ چیزی ضرب خوردم من. فعلا گاز بدیم الان خوب شمکش ای جان بنازم این پیکانمون. مثل این که دیگه اینجا اصلا دیگه چیزی میزی نیست دیگه اصلا قشنگ معلومه چرا اینقدر سخت باشه. من قراره بچه این بازی دارم من بچه نیستم ولی خب وقت ندارم دیگه آقا جان کم کنیم. سرعت ماشینم قشنگ ریده. این بچه اونجاست دیدمش. برو گاز بده. برو وقتمونو گرفتی. برو گاز بده دیدمش بالای پله این چیزی سبزاست. گاز بده دیگه آخه پیکون سلطان به تو نمیخوره تو باید گاز بدی. گاز بده پیکون گاز. بره دیگه ناموسن 4 دقیقه رفت. الان نگاه کن باید تا اون ور دنیا این طول بکشه. الان باید تا اون ور دنیا طول بکشه مثلا تا ما یه دونه پیدا کرد مثلا باید تا این وقتی من طول بکشم دیگه آخه برو تنبلی نکن پیکان. بسم الله برو دیگه آخه دیگه ده آخه من سازنده بازی زندگی میکنم. نه برمیگردی؟ برمیگردی برو میگی به خدا میفتی قدم ریز درست میکنه. اونجاست. یه سلام علیکم. وای 2
برو دیگه چیا تو شهر هست؟ مخفی بود واقعا. که بریم ببینیم چیا گذشته تو شهر واسمون. اصلا شهر خالیه، نه ماشینی نه چیزی. اونجاست، میرم ببینم. بعد دور برگردیم بزنیم میبینیم کجاست اینجا. واو، چه دور پیچی میزنه اینم یورسی 14. وایستا ببینم مگه اینا الان نباید مگه اینجا بود؟ پس کجا رفت؟ تو شهر بود. به خدا که خطای دید بود. به خدا خطای دید کردم، یعنی همینجا بود. به خدا همینجا بود. نیست، رفت. آقای سمند اینجا بودی چیزی سفیدی دیدی؟ یا ندیدی؟ نزدیکای دور برگردون. آها اینجای کثافت. سه حالا برگردیم خونه. به چی بودیم؟ واه 3 تا باز شد حاجی. چرا من ماشینا اینجوری باشن واقعا؟ سایناست پرایده اون فکر کنم. آره پرایده. با اسکور باز میشید. حاجی ساینا خوشگل‌تره تا اینا بردارم. بخواه این چیه؟ بریم ببینیم ما این ماشینا. اینم تست کنیم بعد بریم ساینا رو تست کنیم. سرعت خوبی داره این ماشین. لای پیچی هستم من. یه ماشین دیگه هم در انتظار ماست. فکر کنم که پل خوبی شد. خب فکر کنم به جعبه است و اینه. این ماشین رو تست کنیم. این دیگه چه سیستمیه آخه برای ماشین گذاشتن؟ 206 ماشین بعدی تست. ماشین بعدی فکر کنم پژو پارس تو عکسه. ساینا تست کنیم. خب اینه باز میشه این؟ چه جوله بینم باز میشه. والا من نمیدونم. پژو پارس رو اینم تست کنیم یکم. بنازم ما داشت ساینا. سرعت تو بنازم ماشالله. ایت اینجا که چیزی نیست. من سریعتر پیدا شد. حالا فردام دوباره براتون یک شنبهم دوباره براتون فیلم میزنیم. خب 206 فکر کنم ساعتش بیشتر داشتم درسته؟ 20 ساعت میشه بیا بالا. آره 206 شو. این ازم دیدی کشیده. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدی. تا ویدیو بعدی منتظر باش و توی کامنت ها بنویس که چه ویدیو فردا برم و لایک کن ساب کن تا ویدیو دیگه جا نمونی و خداحافظ تا 1 2 3.